درود به همه کسانی که دارن این ویدیو رو تماشا میکنن. تو این ویدیو قراری که بازارهای مالی داخلی رو بررسی کنیم که اول از همه طلا، بعد دلار، مسکن و حالا اگه بشه بورس رو من در نظر دارم که در سال مثلا 1404 بررسی کنیم. اول از همه میریم سراغ طلا. یکی از المان هایی که ما تو ترید اون رو در نظر میگیریم وقتیه که قیمت یه شاخص به اعداد روند میرسن. اعداد روند تأثیری که دارن به خاطر بار ذهنی که دارن و اون ذهنیت که واسه کاربر تداعی میکنه یه جای مهمی هن. چه تو حمایت چه تو مقاومت. برای طلا این عدد میتونیم بگیم روی مضرب‌های هزاره، مثلا یه عدد خیلی بزرگیه. برای بیت کوین میتونیم رو 100 مثلا 150 100 200 کما اینکه رو 100 الان گیر کرد دیگه، واکنش نشون داد، حالا یه خورده بالاترش 109,000. برای طلا اگه دقت کنید ما به مقاومت 100,000 که رسیدیم، 1000 توی چه سالی بود؟ سال 2008، فوریه 2008، یعنی مارچ 2008. حالا جالب زمانش هم مثل الانه، 17 مارچ، مثل 2 روز دیگه، امروز 15 مارچه. به این 100,000 که رسیدیم ببینید چه اصلاح عمیقی کرد، تا 683 33% ریخت. تو چه واضعی؟ 231 روز. و کی دوباره تونست اون هایو پس بگیره؟ سپتامبر 2009، یعنی 1.5 سال بعد تازه به همون حد رسید. اگه بیایم بالاتر دوباره توی سال 2020 این دفعه ولی تایمش فرق میکرده، جولای میشه، جولای 2020 ما رسیدیم به سقف 2000. این هم دقت کنید دیگه، یه دقیق فیکس 2000 نمیشه دیگه، مثلا اینجا 1033 شد، یه مقدار بالاتر هم میشه. سال 2020 2079 شد. این سری چی شد؟ این سری 22% اصلاح کرد. پس سری قبل 33، این سری 22. این سری ولی خب خیلی اصلاحش درسته کمتر بود، ولی زمانی بود اصلاحش بیشتر. به جای اینکه اصلاح قیمتی بده، بیشتر در طی زمان اصلاح کرد. 819 روز، یعنی کفش رو این مقدار زد و بعد که دوباره تونست این هایو پس بگیره خیلی زمان گذشته، نوامبر 2023. یعنی بازم دوباره نه، 1.5 سال بعد از اون جایی که سقف میزنه ظاهرا 1.5 سال میره تو اصلاح. الان ما خیلی وقته که من داشتم میگفتم که به 103,000 تا داریم میرسیم، که بالاخره دیروز این اتفاق افتاد. من اومدم حساب کردم اگه دوباره بخواد، حالا من بازم دوباره بازه در نظر گرفتم، اولوش 3,000 تا 3,000 مثلا 60 70 80 تو این بازه مثلا بخواد اصلاحش شروع کنه و اصلاح هم بازم اصلاح زمانی باشه، یعنی اصلاح عمیق نه، همون 20% هم در نظر بگیریم، 2400 رو تقریبا به ما نشون میده که زمانش هم اون زمان کمر رو در نظر بگیریم 231 روز که تقریبا 13 اکتبر رو به ما میده. حالا ممکنه مثل اون سری بیشتر هم بشه، ولی ما حداقلش رو گرفتیم. پس اینها داریم، اینو باید بذاریم حالا در کنار یه المان دیگه. شما اگه نگاه کنید ما توی چارت طلا، اونم توی چارت هفتگی، به وضوح یه واگرایی خیلی واضح و خیلی سفت و سخت هم میبینیم. یعنی اینجوری نیست که بگیم میتونه رد کنه، مگر اینکه این خیلی دیگه انقدر بره بالا، مثلا تا 3500 نمیدونم انقدر بره بالا که RSI هم بیاد بالا. این RSI چقدر فاصله داره؟ RSI قله قبل رو 82، الان کجاست؟ الان 73. الان حتی نسبت به سقف قبلی که اینجا این چند هفته پیش هم بودیم حتی به اونم نتونسته برسه. پس خیلی کارش سخته. من این واگرایی رو خیلی مهم میدونم، یعنی هم سطح مقاومتی مهمه، هم واگرایی شدیده. این به نظر من به احتمال زیاد منجر به اصلاح قیمت میشه که تارگتی که من براش دارم همین هولوش 2400. حالا ممکنه بیشتر هم بشه و حتی تا 2200 این حدودا هم ممکنه این اصلاح ما داشته باشیم، مثلا تا اینجاها.
حتی تا اینجا هم من میتونم اینو تصور کنم. پس برای طلا میتونیم یه همچین چیزی رو ببینیم. حالا اینکه الان طلا بخریم منطقیه یا نه، باید ما بیایم طلا رو توی ایران بررسی کنیم، چون توی ایران قیمت طلا منشأش از 2 تا المان، یعنی اونس جهانی طلا، این چیزی که الان بررسی کردیم روی چارتش، به اضافه قیمت دلار به ریال توی ایران. یعنی 2 تا شاخص داره که اینا در هم ضرب میشن. یعنی ما توی تا 1 سال و نیم دیگه، تا اکتبر مثلا، ممکنه اونس جهانی اصلاحی بشه، ولی خب میدونیم دلار احتمالاً روند رو به افزایشی داشته باشه. من اومدم قیمت دلار رو، قیمت طلا رو توی ایران بررسی کردم، قیمت تومنیشو. اگه دقت کنید ما همیشه تو بازار سنتی ایران به این شکل بوده که بازارهای اقتصادی دمای عید به اوج خودشون میرسن. مثلا تو دیما، بهمن و اسفند ماه بازار ملک باشه، خودرو باشه، طلا باشه، دلار باشه، هر چی که باشه، دم عید به بالاترین حدش میشه. دلیلش هم به خاطر تقاضاشون. تو اون بره همه مردم میخوان حرکتی بزنن، کاری کنن، نقدینگی گرفتن، وامی گرفتن، از این ور از اون ور چیزی داشتن میخوان بفروشن و رونق میگیره به هر حال بازارا دیگه. ولی چیزی که هست، بعد از عید این ورق برمیگرده، دقیقاً عکس میشه. و ما همیشه تو این بازه اصلاحایی رو دیدیم که بعضی وقت خیلی اصلاحی عمیقی هم بودن. مثلا من یه مثال میتونم براتون بزنم. سال 1401 قیمت دلار توی این مواقع به 60,000 تومان رسید. بعدش یادتون باشه تو 45 تومان اصلاح کرد بعد از عید. تو فروردین ما کم کم با یه شیوه خیلی ملایمی اومد 50 52 دیگه، بیشتر رو 50 تومان داشت رنج میزد. کی به همون 60 تومن خودش رسید؟ برج 12 سال بعد، یعنی 12 ماه دیگه دلار به همون قیمت 60 تومن رسید. و حتی من یادمه تا همین امسال، تا همین تابستون هم رو 60 تومن بود دیگه. ما تتر می‌خریدیم رو 60 بود. پس هیچ وقت تو سقف قیمتی خرید نکنید. وقتی می‌خواید سرمایه‌گذاری کنید، چه کریپتو باشه، چه طلا باشه، چه دلار باشه، هر چی باشه فرق نمی‌کنه. سقف خریدن ها اشتباهه. اینم چارت تومانی طلا به ریال که اگه نگاه کنید ببینید بعضا اصلاحی عمیق داشتیم. 37%، 27%، 17%. حالا این چارتی که الان میبینید و من خیلی وقت پیش بررسی کردم که طلا رسیده بود دیگه به 7 میلیون که من دیگه گفتم دور طلا رو خط بکشید. الان دیگه وقت خرید طلا نیست. الان وقت سیو سوده. اگه خرید زدی اینجا سیو سود کن، رو قله بعد بفروشی، دوباره تو پایین زدن رو بگیری. اینکه بیای تو قله وارد بشی خب کاملا اشتباهه. پس ما این 2 تا موضوع رو بررسی کردیم. هم قیمت جهانیش احتمال زیادی اصلاحی میبینه، هم تو بازار سنتی ایران ما این مسئله رو داریم. اینو باید بذاری در کنار نوسانگیری که دولت میکنه و از این آب گلالود ماهی میگیره. الان میاد این جو را میندازه، شما همه فومو میکنید، میرید طلا میخرید، 2 ماه بعد میریزه، همه میاد میفروشید، خودش اینا رو به قیمت پایینتر میخره، دوباره 5-6 ماه بعد به همون قیمت میاد به شما میفروشه و انگار اون از شما نوسانگیری کرده و شما متضرر میشید. سکه هایی هم که پیش فروش شده رو من تو همین راستا میدونم. تقریبا 4 میلیون سکه رو پیش فروش کردن. خب چیزی که الان تحویل شما نمیدن، 6 ماه دیگه به شما تحویل میدن. حالا به زعم این که شما فکر میکنید دارید مثلا سکه 80 میلیون رو 65 میلیون با 15 میلیون تخفیف میگیره، ولی در اصل اینجوری نیست. این سکه ها یه پولیه که دولت داره از شما قرض میگیره. از هر سکه‌ای که بالا 4 میلیون خیلی رقم بالاییه، میخواد از شما قرض بگیره. انگار این پولو شما پول قرض دادید به دولت برای 6 ماه بعد، که 6 ماه بعد دارم بهتون میگم قیمت جهانی طلا، اونس جهانیش، ریالیش اصلاحی میشه بعد عید تا برج 3، اونس جهانیش که احتمالاً تا برج 7 اصلاحیه. شما 6 ماه بعد هنر کنید اون سکه‌ای که تحویل میگیرید تو همین قیمت‌ها شاید تحویلتون بدن اون موقع. یعنی تو ضرر نباشید اون موقع خیلیه. و نتیجهش چی میشه؟ هیچی. شما 6 ماه خواب پول داشتید، 6 ماه پول قرض دادید به دولت که بدهیاشو بده، کسری بودجهشو جبران کنه، حقوق کارمندا رو بده و.
پس به نظر من منطقی نیست تو سقف چه دلار بخواید بخرید چه طلا بخواید بخرید، کار منطقی نیست. اصلاحی هم که داده اگه نمی کنید بیشتر تا خرداد ماه، یعنی من اینو میبینم، من برای طلا تو خرداد میتونم زیر 6 تومن 5.5 حتی تا 5، حتی تو سناریو بد بینید تا 4.5 هم ممکنه بیاد، ولی خب دیگه خیلی دور از انتظاره. پس برای من طلا زیر 6 تومن خریدم داره. به نظر من اگه میخواید بخرید صبر کنید، برج 2 برج 3 زیر 6 تومن هر جایی بخرید به نظر من خوبه، مخصوصا رو 5 تومن حالا 5.5 تو این حدودا. ولی تو قیمتی که الان هست تو اصلا پیشنهاد نمی‌کنم، تو این قیمت به شدت پر ریسکه. تو این مثالی که دارم برید مثلا برج 12401 طلا 3 میلیون بود، بعدش 27% اصلاح داد، 27%ی که تو برج 4 بعدش طول کشید دقیقا، یعنی تا تیر ماه، باز دوباره تو 4 ماه بعد به همون 3 تومن رسید. یعنی البته بازم دوباره پایین زد، این فقط یه سقفی زد برج 4 و دوباره پایین زد، یه شادویی زد. برج 12402 دوباره به همون 3 میلیون رسید. یعنی شما 1 سال تمام خواب سرمایه داشتید بدون 1 ریال سود و تازه 11 ماه هم ضرر. خب پس این از تحلیل طلا و دلار. خودرو رو که من اصلا تحلیل نمی‌کنم، مثلا اصلا مناسب نیست برای اصلا سرمایه گذاری حساب نمیشه. خودرو به هیچ وجه به عنوان سرمایه به چشمش نگاه نکنید. خودرو یه جنس مصرفی به نظر من، هر کس یه دونه واسه مصرفش، حالا بعضی شاید به خاطر اعضای خانواده 2 تا هم نیازشون، به چیزی که نیازه برای سرمایه گذاری من پیشنهاد نمیدم، چون بازدهی نداره، بعد اینکه ممکنه خودروهای وارداتی زیاد بشن، چیزی هم نیست که بخواید بهش دلخوش کنید. مورد بعدی ملکه که ملکو من به شدت دیگه ازش دوری میکنم. 1 سال این نظر دارم، برای سال بعد بکنم بدترم میشه. به هیچ وجه دیگه بازار ملکو من پیشنهاد نمیکنم. چرا ملک خطرناکه و دیگه بازدهی نداره؟ به خاطر اینه که بازار ملک خیلی اشباع شده. در سال گذشته به مقداری این بازار رشد کرده که دیگه جوابگو نیست. ما الان ملکایی داریم توی تهران که برابری میکنه با قیمت ملکایی توی نیویورک و سان فرانسیسکو. بازار ملک برای قبلا خوب بود، مثلا 5 سال پیش، 8 سال پیش، 10 سال پیش، یا نهایتا تو همین 3-4 سال گذشته. ولی هرچی اومدیم جلو اینقدر اشباع شده این بازار، اینقدر که خونه ها گرون شدن. ما ملکایی من میشناسم مثلا تو این 4-5 سال اخیر 10 برابر شدن، شاید تو بیشتر هم شده باشن بعضیا. ولی تو این سالا انقدر قیمت ها رفته بالا، ولی به همون اندازه خب میدونیم درآمدها، نقدینگی مردم زیاد نشده، یعنی تناسبی ما اینجا نمیبینیم و در نتیجه اینجا هم دوباره مثل طلا، ولی حالا طلا تو تایم فریم هفتگی اونو میتونه بعد چند هفته یا چند ماه جبران کنه، ولی این واگری که داریم میبینیم تایم فریم ماهانه و حتی سالانه است دیگه. واسه ملک به این راحتی ها به نظر من جبران نمیشه. واگر به چه ترتیبه؟ به این ترتیبی که قیمت هی داره میره بالا میره بالا میره بالا، ولی خریدار به اون اندازه نمیره بالا، یعنی نقدینگی دست مردم به اون اندازه پاسخگو نیست. یعنی یه رابطه عکس داره، واگرایی داره، یعنی هر چی قیمت میره بالاتر نقدینگی خریدارا کمتر شده، یعنی تناسبی بین خریدار و فروشنده نیست. الان مثلا توی محلی بگردید مثلا شاید 10 تا خونه برای فروش باشه ولی شاید 2 تا مشتری هم نباشه. برای همین بازار ملک دیگه جوابگو نیست. حالا شاید بعضی استدلال کنن بگن خب چطوری میشه، مگه مثلا مسائل ساختمانی داره گرون میشه، خونه هم باید به همون نسبت گرون بشه. این استدلال یه جای کارش میلنگه و اونم اونجاییه که ببینید الان چرا ما میگیم مثلا طلا گرون میشه، دلار افزایش پیدا میکنه، سکه، به خاطر اینه که اینا دارایی خوردن در هر حال. مثلا دلاری که حالا یه 100 دلاریش مثلا الان مثلا میشه 10 میلیون، باز پول تو دست مردم هست 50 دلار 100 دلار بگیرن، یا یه ربع سکه که 20 میلیونه پول تو دست مردم هست که بگیرن. میدونید دارایی خورد و هنوز مردم دیگه هر چقدر فقیر باشن 5 میلیون 10 میلیون 20 میلیون برای پس انداز سرمایه گذاری دارن. یعنی چجوری بگم، مواد و دارایی‌های خرد افزایش پیدا میکنن. چرا؟ چون تقاضا هست. مسائل ساختمانی همونه، خورده، یه کیسه سیمان نمیدونم 70 تومنه 120 تومنه،
هر چقدر که هست اونقدر فشار نمیاره، ولی خونه ای که یه واحد کله دیگه، جزء نیست مثل اونا. یه ملک یه واحد کله، یه جزء نیست. چند میلیارد پولشه دیگه، واسه چند میلیارد خیلی تقاضا کمتره. و همه چیز هم میدونید دیگه، عرضه و تقاضا قیمت هر چیزی مشخص میکنه. وقتی عرضه زیاد باشه خب قیمت میریزه، وقتی تقاضا بیشتر باشه خب قیمت افزایش پیدا میکنه. و الان ما تقاضایی به اون صورت تو بازار ملک نمیبینیم، تناسبی بین عرضه و تقاضا نیست دیگه. پس اگه به عنوان جمع بندی بخوام بگم، بازار ملک الان راکده، واقعا راکده. مثلا من خونه میشناسم که از پارسال تا حالا مثلا 10% رفته روش. خب 10% در مقابل تورمی که داریم مثلا هیچ دیگه، همون راکت بودن، اونم بعد چند ماه که بعد بذاریش برای فروش. و من اینو ادامه دار میدونم برای سال دیگه. و حتی من یه پله هم میخوام پار فراتر بذارم، این از راکت بودن هم ممکنه در بیاد، حتی نزولی بشه. حالا شاید خیلی باورشون نشه، ولی یه همچین چیزی هم ممکنه رخ بده. به خاطر اینکه خریدار نیست، تعداد معاملات کم شده. مثلا نسبت به پارسال، سال گذشتهش خیلی افت معامله داریم تو تهران. حالا آماری که بود چند 10% کمتر شده بود. و اینکه سایه جنگ بالا سر کشورمونه، حتی تهدید و در حد یه تهدید و موشک پراکنی خیلی کوچیک هم که باشه خیلی رو ملک تاثیر میذاره. همه تو فکر نقد کردن و فرار و مهاجرت میافتن و اون زمان دیگه همه به 1/10 قیمت هم راضی ان. کسی اصلا نمیاد خونه بخره که دیگه اون زمان همه میخوان فرار کنن. بازار بورس هم اگه بخوام نظر من دربارش بگم، من اصلا سمتش نرفتم و هیچ وقتم نمیرم. با اینکه چند سال پیشم که خیلی تو اوج بود و همه سمتش بودن، من حتی یک بارم سمتش نرفتم. همون زمانم خیلی از دوستان و آشنایان منو این سمت میکشوندن، ولی خب من به هیچ وجه قبول نمیکردم. استدلالم همیشه این بود که اصلا بورس یعنی چی؟ بورس و سهام از سهام شرکت ها میاد. وقتی که سهام یک نهادی، یک شرکت، یک سازمانی افزایش پیدا کنه، با ارزش تر بشه، شما با سرمایه گذاری که رو اون سهام میکنید میتونید کسب سود بکنید. حالا بحث تریدش هم هست، ولی در کل سهام برای جایی که زایایی اقتصادی باشه، تولید ناخالص ملیش زیاد باشه، اقتصاد شکوفا باشه، برای اونجاست. ولی اقتصاد ما که درب و داغون و هیچ شکوفایی و زایایی نداره، خب اصلا اون اولش من با همچین داستانی مخالف بودم که چجوری میتونه به مردم سود بده. از به خاطر همین که شاخص‌ها رو فقط دستکاری میکردن، قیمت‌ها رو مسئولی می‌بردن بالا و دوباره میریختن. همین نوسانگیری که الان تو طلا بهتون گفتم، توی اشکال دیگه اونجا پیاده میکردن که خیلی اونجا بدبخت شدن سر این قضیه. پس بنابراین تو کشوری که اقتصاد معنی نداره، در نتیجه سهام و بورس هم معنی نداره. این نظر کلیمه، به هیچ عنوان هم حاضر نیستم سمتش برم. در انتها یه جنبندی کلی هم داشته باشیم برای اینکه مطالب سوء برداشت نشه. من اگه گفتم طلا اصلاحی میشه، دلیل بود، با دلیل آوردم، از سر نمیدونم هیجان و اینا نیست. براتون مثال آوردم که اونس جهانیش اصلاح عمیق داره. اصلاح عمیق که میگیم در حد 20%، برای اونس جهانی خیلی زیاده، چون پارسال یکی از میگه شاید بهترین و مهمترین سال طلا تو تاریخش بود به نظر من، چون 50% رشد کرد، از 2000 تا رسید به 3000 تا دیگه، دقیقاً 50% رشد کرد. من ندیدم هیچ سال دیگه یه همچین راندمانی داشته باشه طلا. توی بازار ما توی ایران طلا خب نشأت گرفته از دو قیمت اونس جهانیش در دلار، یعنی این دوتا با هم دیگه جمع میشن. یعنی پارسال ما طلای خودمون اینجا 3,800,000 بود، امسال تقریبا به 7,700,200 رسید تقریبا، یعنی برای شاید ساعاتی 7 خورده یا تاچ کرد، همون 2 برابره رو پس در نتیجه داده تقریبا، که 50% ناشی از افزایش خود اونس جهانیه، 50% هم دلار افزایش داشت که از اول سال دلار 60 تومان رسید به 90 تومان، 50% اون افزایش داشت. پس طبیعیه 2 تا 50% 100%. برای همین من طلا رو بیشتر توصیه میکنم. بازدهی طلا خیلی از دلار بیشتره. مسکن و باقی چیزا رو که گفتیم اصلا سمتش نرید. و باز تو حالا تو طلا باز سکه باز راندمانش بیشتره، تو سکه ها هم باز مثلا نیم سکه از تمام سکه بیشتره، ربع سکه از نیم سکه بیشتره، ولی خب به همون اندازه هم ریسک و حبابش بیشتره. این حرفایی که من گفتم بابت اصلاح سنتی که همیشه داریم. گفتم الان ما خریدار نیستیم، الان وقت سیو سوده، ولی این به این معنی نیست که طلا بی ارزش میشه، که اصلا
امن‌ترین asset یا دارایی جهان طلاست. من در مورد نقطه ورودش گفتم که الان کسی بره میبازه، چون بعد ممکنه تحمل نکنه، ممکنه بعد 1 سال طول بکشه تا به قیمت الان برسه، ممکنه 6 ماه طول بکشه و بعد تو قیمت‌های پایین‌تر بفروشه. برای همین همیشه ما باید کفا رو بخریم، تو اصلاح قیمتی وارد بشیم. من توصیه میکنم که طلا رو میشه تو بازه مثلا برج حداقل 2 و بهترش 3، با توجه به اینکه اونس جهانیش ممکنه اصلاحش خیلی بیشتر باشه و ما احتمال دادیم تو برج 6 و 7 طول بکشه، بهتره تو تابستون حتی خرید کنیم. بعد حالا دید بازار چجوریه. اون قیمتایی که گفتم 5.5 5 زیر 6 تومن و تحریمایی که ممکنه واسه ایران بیاد، اگه که مکانیزم ماشه فعال بشه، اگه مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی طول بکشه و خیلی اوج بگیره، باز ما افزایش قیمت دلار رو داریم. برای همین نیمه دوم سال رو من خیلی خیلی افسار گسیخته میدونم. یعنی این اصلاحی که در پیش داریم، چه برای طلا چه برای دلار، بهترین موقع خرید اتفاقا. نیمه دوم سال از برج 7 به اونور مطمئن باشید خیلی جهش بزرگی خواهیم کرد که اونجا شما میتونید سودتون رو سیو کنید. مورد بعدی وضعیت آتش بس روسیه و اوکراینه که به احتمال زیاد تا چند روز دیگه این انجام میشه. میدونید که تو زمان جنگ بازارهای امن که طلا مهمترین اونه و امن‌ترین دارایی، تو زمان جنگی افزایش پیدا میکنه. بازارهای پرریسک مثل کریپتو و سهام و این چیزا خب افول میکنن و خبر آتش بس وقتی بیاد طلا مطمئنا واکنش نشون میده و اصلاحی میشه. پس من الان 2 تا دلیل مهم فاندامنتالی براتون آوردم، 2 تا دلیل چارتی. روی چارت گفتم طلا داره به مهمترین مقاومت سفت و سخت خودش میرسه که هر بار رسیده از 20% تا 37-40% اصلاح داده. مورد دیگه تکنیکال، مورد واگرایی، اونم تایم فریم هفتگیه که خیلی خیلی مهمه. تو این تایم فریم واگرایی تو این تایم فریم باعث اصلاح خیلی عمیق میشن. اینجوری نیست که 1%، 2%، 5% اصلاح کنه، یه اصلاح خیلی بزرگی صورت میگیره چون که واگرایی تو تایم فریم هفتگیه، قدرتش زیاده. 2 تا دلیل فاندامنتالی هم آوردیم، یکی بازار سنتی خودمون که قبل از عید به چه ترتیب و بعد از عید چجوری میشه، و مورد دوم قضیه ثبات جهانی و جنگ اوکراین روسیه است که ظاهرا داره تمام میشه. این تحلیلات اوکی اعتبار داره تا وقتی که این حالت باشه، این شرایطی که گفتم. تکنیکالی که هستش اون هیچی نیست، یعنی هیچ حالتی عوض نمیشه، ولی اون فاندامنتالی اگه عوض بشه، اگه جنگ جدیدی شروع بشه، اگه جنگ روسیه و اوکراین دوباره شدت بگیره، دامن زده بشه، توافق نشه، آره تحلیل من دیگه موقع بی اساس میشه. حداقل این پارامتری که توش داخل کردیم، اگه همین برهه‌ای که هستیم به خاطر مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل کار بیخ پیدا کنه و تشنج‌زا بشه اوضاع، ولی من احتمال میدم همه اینو میفته واسه نیمه دوم سال، یعنی برج 5-6 به بعد اونور احتمالاً. ولی خب خودم دارم میگم این تحلیل تا این زمان با این شرایط معتبره.